پرورش فطرت الهی دانش آموزان و این دانش آموزانی که با فطرت پاکشون در اختیار ما هستن انشالله بتونیم قدم برداریم. من بار دیگر تبریک عرض میکنم هفته بزرگداشت مقام معلم رو به همه معلمان و همه فرهنگیان عزیز در سراسر ایران اسلامی، خصوصا کسانی که پرورش فطرت الهی دانش آموزان و این دانش آموزانی که با فطرت پاکشون در اختیار ما هستن انشالله بتونیم قدم برداریم. من بار دیگر تبریک عرض میکنم هفته بزرگداشت مقام معلم رو به همه معلمان و همه فرهنگیان عزیز در سراسر ایران اسلامی، خصوصا کسانی که پرورش فطرت الهی دانش آموزان و این دانش آموزانی که با فطرت پاکشون در اختیار ما هستن انشالله بتونیم قدم برداریم. من بار دیگر تبریک عرض میکنم هفته بزرگداشت